باز همونجا دراز کشید. این دفعه میگه جنیدالله به پیش آمد. جنیدالله نزدش آمد. بهلول گفت یک سوال دیگر میتونم با همین گفت مقصد من دیگه با تو کاری ندارم، تو به من کاری نگیر. گفت چی سوال داری؟ گفت آداب خواب کردن میدونی؟ گفت میدونم. گفت چیه؟ گفت اولا طهارت میکنم، بعد از آن گفت لباس های شب خواب کنک دارم و میپوشم، در بالای جایگاه خوابم گفت پاهم دراز میکنم و دستام میبردارم و سوره فاتحه را میخوانم و معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی را میخوانم، در دستم صوف میکنم، در تمام بدنم میمالم و همین کار 3 بار تکرار میکنم. بعد از آن گفت به طرف دست راستم میخوابم، بسمک اللهم اموت و احیا میگم، پروردگار را به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. وقتی که از خواب بیدار شدم الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، یعنی حمد و ستایش پروردگار ما که بعد از آنی که من مرده بودم زنده کرد. این گفت آداب خواب کردنه. جنیدالله گفت بهلول گفت که جنیدالله آداب خواب هم نمیدانسته. از جاش میخیست که جنیدالله میگه از پاش داشت گفت در جات بشین. من گفت راستی آن چیزی را که دانستم و خواندم برای شما بیان کردم. اکنون شما را گوش میکنم که آیا در این سوالهایی که بر من دادی آیا جوابهای من نادرست بودن و اگر نادرست باشند جواب عمیق و دقیق را برای من بگو. بهلول گفت جنیدالله آن چیزهایی را که تو بیان کردی اینها نادرست نبودند، لیکن دویم درجه بودند. برادران عزیز و گرامی، از آن چیزی که شما گوش کردین یکی آداب طعام خوردن، یکی آداب سخن گفتن، یکی آداب خواب رفتن. شما گوش کردین که جنیدالله بغدادی چی گفت؟ گفت که حتما چیزی را که جنیدالله گفت برادرها این با حدیث ثابته، این را شما عملی کنید. یعنی پیش از طعام دستاتون شویید. ببینید یک بزرگی دین مان در همین برادرها که حتی همین بیماری که روی عالم در ترس هراس تهلکه پرتافت و قسم زیادی از مردم از بین برد، توصیه بگیم تمامی دانشمندا همین بود که دستاتون را بشویید. آلی این درد نایامده دین ما را بینین، اسلام ما را بینین که علاقه دست شستن پیشگیری تمام بیماری ها هست که پیامبر نازنین دست ها را می شستن، طعام هم که بود میکردن دست ها را می شستن. یعنی شما هم پیش ای طعام دستاتون را بشویید. خیلی که جنیدالله بغدادی گفتن از پیش خودتان بخورین، از پیش یک برادر دست دراز نکنین. با 3 انگشت که پیامبر ما این اکو چیزهایی هست که حضرت در حیات انجام دادن، لیکن تاکید نیست که حتما ما با 3 انگشت، با هم 5 انگشت هم که خوریم مقصد گناهی نداره، لیکن حضرت با 3 انگشت به خاطر ناله های میده میده میگرفت. ببینید در حالت طعام خوردن طریق خوردن ها تونه نگاه کنین، در دهن گذاشتن تونه هم نگاه کنین. همه همین ها را مقصد آنچه را که جنیدالله گفت با حدیث پیامبر ثابته. لیکن بهلول گفت که سخنهای تو ای جنیدالله دویم درجه، میدونی گو یکم درجه آن چیزی که مهم بود نگفتی. گفت چی بود؟ گفت حلال خوردن. برادر عزیز در طعام خوردن یکی از گویم امرهای مهم اولین درجه آن چی ما میخوریم حلال باشد. بهلولی که مردم دیوانش میگفتن
آن چیزی را بیان میکند که اولین درجه است. گفت باید حلال بخوری، لقمه لقمه حلال باشد. گفت اگر تو جنیدالله در لقمه حرام 100 بار اگر بسم الله بگوی، دستات بشوی، ای پشتش الحمدلله رب العالمین هم که بگوی، برای تو یگان نفع و فایده ای ندارد. در آن چیزی که حرام است تو دست مثال دراز کنی بسم الله هم که بگوی. یعنی حلال خوردن یکی از مسئله های مهم هست برادران خیلی عزیز و گرامی. دویم چیزی که حضرت در باب آداب سخن گفتن، حقیقتا برادرای عزیز بسیاری سخندان ها و سخنورهای ما از آن چیزی که بهلول میگوید برادرها ما در اندیشه منم نیست، در فکر منم نیست. آنچه جنیدالله گفت ما همون را داریم، یعنی الحمدلله میگیم و صلات و سلام علی رسول الله میگیم، در صحبتمون کسی را حقارت نمیکنیم، حرکت میکنیم که ملایم و زیبا گپ زنیم تا که در دل گوش کننده جای شود و هیچ کس مقصد مورد هدف قرار نمیتیم، غرضناک گپ نمیزنیم. همه اینها مهمند. ولی بهلول گفت که جنیدالله آنچه برای آدمی واعظ داعی و دعوتگر مهم است، سخنش از قلبش باشد. برادرها خوب اهمیت دین، سخن از قلب باشد. یعنی سخنی باشد که زبانش وقتی میگه قلب خودش همراه تصدیق کنه. یعنی سخنی که زبان گفت دل تصدیقش کرد، او را سخنی خاص به خاطر خدا میگن. یعنی سخن تا خاص به خاطر خدا نباشد گوش کننده گوش هم نمیکند، اگر گوش هم کرد یگان نفع و فایده نمیبرد، ناراحت میشد، میگه من مقصد بگی یک جای دیگه شمان یا که لازم نیست من گوش نمیکنم. اگر به خاطر خدا باشد گوش کننده هم حتی هم لذت میبرد و هم گوش میکند و هم از او گوش کردش در حیاتش عملی میکند، فایده جانش میشود. یعنی ما یک زیان ضرری که بر گوش کننده میاریم از این لحاظ است که سخنهامون به خاطر خدا نیست. از برای الله گپ که نمیزنیم، نه گپمان تاثیر دارد، نه خودمان تاثیر داریم، نه خودمان مقصد یک کسی مثال معترض موردی بگیم یک احترام هم قرار نمیده، برای که کار ما از برای خدا نیست. بهلول گفت، بچه‌م گفت جنیدالله سخن خوب گفتی، جوابها دغزو، لیکن مهم انامین است که چیزی میگوی قلبت قبول کنه و سخنت از برای خدا باشه. سیون گفت من ترا درباره آداب خواب گفتم. آنچه تو گفتی بسیار خوب گفتی. یعنی برادرای عزیز بینیم پیش از خواب چیکار کردن در کار؟ طهارت کردن در کار. طهارت میکنیم، میایم بالا که جاگه مانده، لباسای مقصد خوابی باید داشته باشه. لباسای وقت شده برادرای عزیز کلانترای ما هم ایزار داشتن و هم کرته داشتن. کرتکای او وقته تا گریوان نداشت، هم که گرد مقصد در گردناش آمدن، پیشکاشون تا چاک کدگی بریدگی بود. بالای سرشون حتی همون عرقچینای سفیدی بگیم پختگی می انداختن، حتی سرار هم می پشوندن. می شیشتن بالا که جاگرکای خواب شوندن، آیت الکرسی را می خوندن، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب ناس، شوف میکردن، در تمام بدنشون می مالیدن. آخر شب الحمدلله براحت خواب میکردن، نه داد گفته میخیستن، نه خوابهای بگیم جینوره میدیدن، نه در خوابهاشون احتلامی میشیدن. یعنی یک خوابی براحت با خوابهای خوش میدیدن، خوابهای زیبا میدیدن. آنچه جنیدالله گفت بین از همه از سنت یا یاد بگیریم، اینا همش برای ما هست. لیکن بهلول گفت آنچه مهم بود نگفتی. گفت چی بود؟ گفت آدم وقتی سرش در بالش میمونه برای خواب کردن باید از قلبش حسد،
کینه را، بغض، بدبینی را اول دور کنه، بعد سر شما را خواب کنه. یعنی ما وقتی سرمون در بالش میمونیم در نسبت برادرامون حسد داریم، بغض داریم، بدبینی داریم، کینه داریم. یعنی درونهای قلبهای ما بسیار بسیار تاریک است. قلبهامون بسیار سخت است. در قلبهامون بسیار نیتهای بد داریم. اگر با همون در جاگه خوابمون الله جانمون بگیره، با همین خیل قلبها ما پیش الله مهربان چی جا و چی شرایطی میافته باشه. الله رحمت کنه بهلول که گفت اینها را اول از دلت بیرون کو، با یک برادرت حسد نکو، بدبین نشه، بغض نگی، کینه نگی، اینها را دور کو، بعد سرت در بالش ما خواب کو. انه را گو آداب خواب میگن. میگه جنید الله بغدادی دست بهلول بوسه کرد. حضرت گفت الله مهربان شما را نگهبان باشد که برای من یک بی‌نهایت تعلیم کرام کردی. شاگرداش گفت دیدین این بهلولی را که شما گمان میکردین دیوانه بود، دیدین جوابهای ای را. این بود برادران عزیز یک قصه ای که ما در اینجا 3 درس گرفتیم. یکی درسی طعام خوردن، یکی درسی صحبت کردن، یکی درسی خواب کردن. خدا کنه برادران است که ما و شما این قصه را گوش کرده باشیم و از این آداب برداشته باشیم و در حیاتمان آن چیزی را که گوش کردیم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.